ما جواب بگویم. یک نفر یک جوانزن از ما میپرسد، جوان دختر، شاید متاسفانه سن سالش موقع اجتماعش نگفته است که میگه من در جستجوی بخت خودم هستم ولی نمیتوانم شوهر کنم. سببش چیست و چی باید کنم؟ کدام عملها رو من باید اجرا کنم؟ پیش از همه باید معین کنید که شوهر به شما چی لازم است. اگر شما از روی حس تنهایی شوهر میجوسته باشید، شما شوهر یافتنتان مشکل میشه. اصلا اوله دار شدن برای چی لازم است؟ اوله نو، مناسبت های نو برای رشد شخصیتی ما کمک میکنند. اگر شما خواهید که خواهش داشته باشید که مادر باشید و لذت مادری، احساسات مادری رو حس کنید، این طلبات دیگر است. اگر خواهید که با مرد همسر شوید و در زندگی او نقش ببازید، این چیز دیگر است. یعنی طلبات شما از شوهر کردن باید از روی ناداری نباشد، از روی دارایی باشد. دارایی شما این محبت شماست. اصلا زنان به شوهر کردن، زنی معاصر میتواند بعضا نیاز هم نداشته باشد از نگاه اجتماعی و اقتصادی. اگر خانه و در داشته باشد، اگر جای کار داشته باشه، خودش رو تامین کرده تواند، بعضا میگن که همین شوهر همین آدم به چی در کار، یا خودش هم میگه ما به شوهر چی در کار. ولی چیزهای دیگر هستن. ما زندگی محرمانه رو یک طرف میگذاریم که این هم یک طلبات جدی جسم و روان انسان است. چیزهای دیگر هستن. تنها در حضور مرد زن خودش رو کاملا زن حس کرده میتواند. وقتی که زن شوهر میکند، خصوصا در فرهنگ ما با مرد همخانه بودن بی نکاح، بی توی، به اون که با جامعه اعلان کنیم قبول نیست و خیلی کم می شود که زنهایی که خودشان رو احترام میکنن با چنین اقدام دست میزنن. از این رو واقعا شوهری که از روی قانون، از روی فرهنگ با ما رواست، این گونه شوهر رو پیدا کردن لازم است. و این چگونه شوهر میتواند باشد؟ حالا یک مشق رو من برای اون بانوهایی که میخواهند شوهر داشته باشند ولی هنوز شوهر تبدیلشون نیافتند، یک مشق رو یاد میدم. شما اول برای خودتون اون چیزی گفتم معین کنید. یک قروچکه، یک کاغذ میگیرید، می نویسید که شوهر برای چی لازم است. برای که یک دوست داشته باشم، در برم باشم، یک متکا داشته باشم، یک همدم داشته باشم، هم صحبت داشته باشم، یک نفری باشد که ما با فرزند کلام کنم، فرزنددار شوم. میتوانید اینها رو بنویسید، معین کنید که کدامش برای شما مهمتر است. بعدا یک رویخط دیگر میکنید، شما پورتریت همین آدم رو مینویسید. شما چگونه شوهر میخواهید؟ اگر میخواهید که شوهر مثلا زیبا باشد، با فلان اکتور مانند باشد، بنویسید. اگر خواهید که آدم آزاد باشد، که شما زنی دوم نشوید، معشوقه نشوید، این رو هم بنویسید. اگر از مسئله اقتصادی میخواهید که تامین باشد، سخاوتمند باشد، دلگشاد باشد، از نگاه ارزش‌های معنوی به شما مانند باشد، اگر شما مثلا تماشای فیلم دوست دارید و هم دوست دارد، تماشای کنسرت دوست دارید و هم دوست دارد، هر چیزی که میخواهید بنویسید و این رویخط رو در دوام 3 ماه هر روز 2 بار نو کنید. یک بار میخونید، شاید چیزی رو علاوه میکنید یا چیزی رو خط میزنید، ولی هر روز 2 بار این رویخط میخونید، هر دو رویخط‌هایتون رو. اگر علاجش باشد روبروی آینه با آواز بلند میخونید که گوشتون شنود و شما میبینید که یک روز 1 ساعت معین همین آدم در زندگی شما پیدا میشود. گمان نکنید که آدمان ایدئالی، مردان ایدئالی نیستند، هستند. شاید بچه همسایه شما باشد، شاید همکارتون باشد، شاید در گذر بالا زندگی میکند شما تا این وقت رو ندیدید. وقتی که شما مشخص کردید که چی میخواهید، در داخل شما ترس‌هایی هستند که از شوهر کنی میترسید. وقتی مشخص کردید، شما همون بخشی مثبت شوهرداری رو میبینید و اون همون خواهشتون در جای خودش میافتد و شما به مرادتون میرسید. این مشق خیلی ساده است ولی خیلی مشق مؤثر است. این بود یک جواب مختصر برای شما. آباد باشید تا صحبت دیگر در تلویزیون سفینه. دوستان عزیز، میگذاریم به بخش دیگر که درباره منفیت